درود بر شما دوستان گرامی. با گفتگویی که با شبکه یور تایم داشتیم موفق شدیم که برای 10 روز پشت سر هم برنامه بخریم تا برنامه پشت پرده انقلاب اسلامی رو در این 10 روز بازپخش کنیم. برنامه پشت پرده انقلاب که کتاب خاطرات جعفر شفیع‌زاده است، از روز 12 بهمن، یعنی اون دهه فجرشون که آغاز میشه، تا 22 بهمن هر روز ساعت 5 عصر به وقت ایران از شبکه یور تایم پخش خواهد شد، به ترتیب قسمت های 1، 2، 3 الی قسمت 10 که آخرین قسمت هست. از ساعت 5 عصر به وقت ایران به همه دوستان، آشنایان، همه کسانی رو که میخواهید آگاه کنید و بیدار کنید، حتما بگید این برنامه رو نگاه کنن، حتما بگید که این مجموعه 10 قسمتی رو دنبال کنن. میدونید که این مجموعه رو من سال پیش ساختم و روی یوتیوب هم هست، ولی به خاطر این که شما مردم عزیزمون در داخل کشور بتونید اطلاعات صحیح بگیرید و دسترسی به یوتیوب ندارید، به هر حال اینترنت گرون هست، فیلتر هست و خیلی ها تو خیلی خونه ها اینترنت پرسرعت ندارن یا اصلا اینترنت ندارن. این رو با شبکه یور تایم هماهنگ کردیم، قراردادش رو بستیم. 10 روز پشت سر هم این از شبکه یور تایم قسمت‌هاش پخش میشه. این دیگه وظیفه شماست که همشهری‌های خودتون رو، دوستان خودتون رو، آشنایان خودتون رو، خانواده‌های خودتون رو آگاه کنید که از روز 12 بهمن ماه هر روز ساعت 5 عصر پای شبکه یور تایم باشن و این مجموعه مستند رو نگاه کنن. سپاس از همه شما. این پیام رو به همه برسونید. پاینده ایران، جاوید شاه. فراموش نکنید که باید نقش این شورشیان 57، نقش دولت‌های جهان، نقش تمام اینها رو در این شورش 57 ما رسوا کنیم، آشکار کنیم و به مردم خودمون نشون بدیم. پاینده ایران، جاوید شاه.